حادثه‌ای که رخ داد در نتیجه بارشات سخت هوای ساعت 6:40 فرزندم با خواندنی بشری سخنرانی روی کردم. خیلی حادثه ناخوبی طبیعت آمد. از این حادثه که در نتیجه بارشات سخت رخ داد، ما همه خانه استقامتیمون اگرات این اغلایی که برای چهارو پرورش کردن داشتیم همه زیر آب موند. خیلی اشارات به مبلغ معین مثال موای کردیم. در خانه از استقامت کردن نمیشه. داخل خانه هم از شیشتگی های دیوار چپ شدگی های را برای استقامت کردن امکانیت نداره. های من های حکومتی محل های ریاستی مثال نگریم ولایت خواهشمند که خلق آسودیده را خیلی با قدر امکانم باشد که دست یاری دراز کنند که تا که این مردم از ورطه مثال نگیریم که عذاب آزاد کنیم. حالا اولی میشه دیگه چی کار می‌کنی؟